میدونستید که توی بعضی از کشورهای دنیا خانم‌ها برای پیدا کردن آقایون با مشکلات زیادی مواجهن. علتش هم کمبود مردا توی این کشورهاست. جاهایی که زنان برای رابطه دنبال مردها هستن. اولین کشورمون پرتغاله. پرتغال کشوریه که در جنوب غربی اروپا قرار گرفته و در مقایسه با کشورهای دیگه اروپایی به سواحل زیباش و آب و هوای بی‌نظیرش معروفه. پایتخت این کشور لیسبون و مرکز مهمی برای اقتصاد و فرهنگ کشور به حساب میاد. خیلی از برزیلی‌ها به دلایل مختلف مثل شرایط اقتصادی بهتر و زبان مشترکی که با پرتغال دارن به این کشور اروپایی مهاجرت کردند. حقیقت جالب در مورد این کشور نسبت تعداد خانم‌ها و مردهای این کشوره. بر اساس جدیدترین داده‌های جمعیتی تعداد زنان این کشور 1 میلیون بیشتر از مرداست. بذارید بهتون دقیق تر بگم، در حالی که جمعیت مردای این کشور کمی بیشتر از 4 میلیون نفره، جمعیت زنان این کشور از 5.5 میلیون نفر هم گذشته و هر ساله این فاصله بیشتر هم میشه. به واسطه این جمعیت بیشتر خیلی وقتا این خانمای پرتغالی هن که برای پیدا کردن پارتنر یا همسر مناسبشون دنبال رابطه با مردا هستن. چرا که اگر این کارو نکنن به احتمال زیاد برای مدت زمان طولانی سینگل میمونن. کشور بعدیمون نروژه. نروژ کشوریه که در منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا واقع شده و به خاطر مناظر خیره کنندش از جمله آبشارها، جزیره‌ها و کوه‌هاش معروفه. پایتخت این کشور فوق‌العاده اسلوه و جمعیت اون بیشتر از 5 میلیون نفره که اکثریت اون رو زنان تشکیل میدن. اگر دقیق تر بخوام بهتون بگم، جمعیت زنان 50,000 نفر بیشتر از مرداست. علت این تفاوت جمعیت توی کشور نروژ و تعداد بیشتر خانم‌های این کشور طول عمر بیشتر خانم‌های نروژیه که باعث شده به مرور زمان جمعیت زنان این کشور از آقایون پیشی بگیره و این فرایند هنوز هم ادامه داره. به طور متوسط امید به زندگی زنان نروژی 84 ساله، در حالی که این آمار برای مردان 80 ساله. همچنین احتمال دختردار شدن توی نروژ بیشتر از پسراست. همین آمارها باعث شده که میزان خانم‌های بالغی که توی نروژ ازدواج نکردن 46% باشه که بالاترین میزان در دنیاست. یا مثلا کشور ارمنستان کشوریه که در آسیا قرار گرفته و از شمال به آذربایجان و روسیه و از جنوب با ایران در ارتباطه. زبان رسمی اینجا ارمنیه، هرچند خیلی از مردمان این کشور به زبان روسی و دیگر زبان‌ها هم صحبت میکنن. دین اکثریت مردم این کشور هم ارتدوکس و مسیحیه که نقش بسیار مهمی توی تاریخ و فرهنگ این کشور ایجاد کرده. جمعیت این کشور کمی بیشتر از 3 میلیون نفره و همونطور که میشه حدس زد تعداد زنان این کشور از مرداش بیشتره. توی این کشور تقریباً 1.7 میلیون نفر زن و 1.4 میلیون نفر مرد هستند. اگر دوست دارید به ارمنستان برید تا رابطه خودتون رو با خانم‌های ارمنی شروع کنید، حواستون باشه که تا حدی انگلیسی بلد باشید و مسیحیت رو به شدت جدی بگیرید. کشور بعدیمون کشور کمتر شناخته شده السالوادوره. پایتخت این کشور سن سالوادور و زبان رسمی اونها اسپانیاییه. این کشور با اقیانوس آرام احاطه شده و جمعیتی تقریباً 6.5 میلیون نفری داره. اینجا شهرها و کوهستان‌های جذابی داره که گردشگرای زیادی رو به خودش جذب میکنه. اکثر جمعیت این کشور پیرو دین کاتولیکن، اگرچه ادیان دیگه‌ای هم توی این کشور وجود دارن و از اونها هم پیروی میشه. نکته جالب راجع به این کشور اینه که جمعیت زنان این کشور با نسبت کمی بیشتر از مرداشه و 54% مردم این کشور رو خانم‌هاش تشکیل میدن. یا مثلا کشور استونی، کشوری زیبا در اروپای شرقی. این کشور کوچیک یک جمعیت 1,300,000 نفری داره. زبان رسمی این کشور استونیاییه، هرچند خیلی از مردم این کشور به انگلیسی و خیلی از زبان‌های دیگه هم مسلطن. استونی یکی از رو به رشدترین کشورهای دنیاست و با اقتصاد پویای خودش یکی از بهترین کشورهای اروپایی به شمار میره. اینجا به سطح بالای خلاقیت و هوش مردمش شناخته میشه و از این لحاظ بسیار معروفه. با این حال استونی با عدم تعادل بین جمعیت زن و مرد روبروه. طبق آمار رسمی این کشور تعداد زنان اینجا به مقدار کمی از مرداش بیشتره و به ازای هر 52 زن 48 مرد در این کشور وجود داره. جز استونی که توی اروپاست، ایسلند هم تقریبا همین وضع داره. کشوری کوچیک با جمعیتی بالغ بر 364,000 نفر. توی ایسلند تقریبا 200,000 نفر زن
و 164,000 نفر مردان هستند. زنان این کشور به مهربانی و سخت‌کوشی توی زمینه‌های مختلف شهرت قابل توجهی دارند. از طرفی همونطور که از اسم این کشور مشخصه، ایسلند به برف و آتش معروفه و کشور بسیار زیبایی محسوب میشه. توی این کشور حموم‌های مخصوص آب گرم وجود داره و مردمش تقریباً هر روز حمام میکنن تا بدنشون نسبت به آب و هوای این منطقه مقاوم باشه. جالبه بدونید توی این کشور یکی از عجیب‌ترین شغل‌های دنیا که بازرس حمامه هم وجود داره. این افراد حمام کردن و میزان بهداشت مردم رو مرتباً چک میکنن که بالاترین مقاومت رو در برابر شرایط جوی داشته باشن. بازم توی اروپا بمونیم و این بار کشور فنلاند، کشوری که به شاد بودن و سیستم فوق‌العاده آموزشی و بهداشتی معروفه. اینجا در سال 2021 به بهترین کشور در زمینه آموزشی تبدیل شد. فنلاند همچنین به زمین‌های زیباش که شامل جنگل‌ها و آبشارها میشن معروفه و توی شمال اروپا واقع شده. فنلاند با کشورهایی مثل روسیه، استونی و سوئد هم مرزه. از طرفی با توجه به اینکه زبون رسمیشون فنلاندیه، خیلی از مردم انگلیسی و سوئدی هم بلدن. با جمعیتی بالغ بر 5.5 میلیون نفره. جالبه بدونید تعداد زنان فنلاندی به طور قابل توجهی بیشتر از مردانه. خانم‌های فنلاندی هم یکی از بیشترین سرانه‌های امید به زندگی رو با 84 سال سن دارن. شاید واسهتون عجیب باشه ولی توی این کشور عادیه که زنای بالای 40 سالی رو پیدا کنید که حتی یک بار هم وارد رابطه نشدن. کشور بعدیمون بلاروسه، کشوری در اروپای شرقی که با چندین کشور مثل روسیه و اوکراین هم مرزه. زبون رسمی این کشور بلاروسیه، اما خیلی از مردم به روسی و اوکراینی هم صحبت میکنن. شکی نیست که وقتی این کشور توی این لیسته، قطعا تعداد خانم‌های این کشور از مرداش بیشتره. جمعیت بلاروس تقریبا 9 میلیون نفره که بیش از نیمی از اونها رو خانم‌ها تشکیل میدن. نکته حائز اهمیت در مورد زنان این کشور با سواد بودنشون و علاقه زیادشون به تحصیلات و کار کردن توی مشاغل مختلفه. علاوه بر این زنان بلاروسی به زیبایی و رسیدگی زیاد به خودشون معروفن. زیبایی، صنعت مد و رسیدگی به خودشون مهمترین ویژگی‌های خانم‌های این کشوره. جالبه بدونید که با مردای دیگه حتی اگه از ادیان و کشورهای دیگه هم باشن به راحتی ارتباط برقرار میکنن و در خیلی از مواقع این زنان هستن که سر صحبت رو باهاتون باز میکنن. یا مثلا کشوری مثل روسیه، کشوری که به طور مشترک هم توی اروپا و هم توی آسیا واقع شده. نکته مهم اینه که تعداد زنان این کشور به طور قابل توجهی بیشتر از مرداشه. این عدم تعادل بین جمعیت زن و مرد باعث شده که این خانم‌ها باشن که به دنبال ازدواج و روابط مستمر با بقیه مردان باشن. بیشک زنان روس یکی از زیباترین زنان دنیا و اروپا به حساب میان و از ویژگی‌های تحصیلی بسیار خوبی هم برخوردارن. اونها انقدر به استایل و لباس پوشیدنشون حساسن که حتی توی مسافت‌های کوتاه مثل خرید کردن از فروشگاه یا مغازه‌های نزدیکشون هم ظاهری کاملاً آراسته دارن. یا حتی کشور دانمارک که در شمال اروپا واقع شده و یکی از بیشترین زنان سینگل دنیا رو داره، به طوری که حدود 53% زنان این کشور هنوز ازدواج نکردن. علاوه بر اینها این کشور یکی از بهترین کشورهای دنیاست و در سال 2021 هم در رتبه دوم این لیست قرار گرفت. اینجا کشوریه که نه تنها حقوق برابر بین زن و مرد وجود داره، بلکه زنان حتی توی برخی موارد قدرت بیشتری نسبت به مردا دارن. با توجه به تمام این آمارها این کشور یکی از بالاترین نرخ فعالیت زنان با آمار 80% رو در دنیا داره. حالا وقتشه که شما هم نظراتتون رو بهمون بگید. با تمام نکاتی که گفته شد، نظر شما راجع به این کشورها و حقایقشون چیه؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. مرسی از اینکه با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب چنل ازمون حمایت میکنید. یادتون نره که با کلیک کردن روی این دو ویدیو به تماشا از ویدیوهای دیگه کانال ادامه بدید.